ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. дарси чаҳорум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби интерченҷ бахши интро. Расидем дар саҳифаи чаҳорум, машқи шашум. Дар машқи шашум дар бораи унвонҳо ё лақабҳо сухан меравад. Word power, word гуфта калимаро мегӯянд. Power гуфта қувват, қудрат, иқтидор, нерӯ, тавоноӣ, тавонмандӣ, яъне ба чанд маъно меояд. Масалан мегӯянд ки the power of a blow, яъне иқтидори зарба, ё electric power, яъне нерӯи барқ, ё to come to power, яъне ба сари қудрат омадан, ба сари ҳокимият омадан. яъне қудрат, қувва, нерӯ, иқтидор, ба ҳамин маъноҳо калимаи power ба ҳамин маъноҳо меояд. аммо дар ин ҷо яъне word power гуфта қуввати калима, қудрати калима, нерӯи калима тарҷума мешавад. манзур аз ин калима ё ки аз ин ибора ин аст ки дар ҳамин саҳифа калимаҳое ҳастанд ки калимаҳои бениҳоят калимаҳои муҳим ҳастанд, ё ки ба лафзи дигар пуркорбурдтарин калимаҳо, серистеъмолтарин калимаҳо, яъне пуристифодабартарин калимаҳо, яъне калимаҳое ҳастанд ки дар гуфтугӯи забон хеле муҳим ҳастанд. дар китобҳои арабӣ المفردات میارد، یعنی منظور از المفردات یعنی کلمه های نو، کلمه های جدید. در این جا هم باشه یعنی کلمه های نو، کلمه های جدید یا کلمه های مهم. خب تایتل به معنای عنوان، لقب استفاده می شود. یعنی لقب، عنوان چرا میگن؟ یعنی اون چیزی که پیش از نام انسان استفاده می شود، پیش از نام انسان استفاده می شود. مثل میس، میسیز، میز، میستر. اینها در زبان انگلیسی هستند. در زبان تاجیکی مثل خانم، آقا، جناب، مثل همین. در زبان روسی مثل گاسپادین، گاسپاژا، مثل همین ها. و در زبان عربی سید و سیده. خب به همین معناها. Listen and practice. گوش کنید و تمرین کنید، تکرار کنید. میس ایتا، میس، خب ترجمهش رو بگیم. میز، میسیز، میز به معنای خانم، خانم هست، خانم. خب میستر به معنای جناب، آقا است. میس ایتا یعنی خانم ایتا. در بین قوس single females یعنی منظور در بین قوس یعنی برای دخترانی یا برای زنهای به شوهر استفاده می شود. زن یا خانومی که تا حال شوهر نکرده است اون را به میس مراجعت میکنیم. میس ایتا یعنی خانم ایتا. وقتی میس مراجعت کردیم ما اون نفر را میشناسیم و میدونیم که شوهر ندارد. خب یعنی و میسیز مورگن married females. married گفته شوهردار رو میگن، یعنی سینگل به شوهر یا مجرد، married شوهردار، شوهر کرده، اویلادار. females گفته همون جنسی زنانه، یعنی برای زنهای شوهردار استفاده می شود. میسیز و میز چین، میز single or married females. یعنی میز گفته با شخصانی خواه مجرد هستند، خواه اویلادار هستند، اما ما نمیدونیم که اونها مجرد هستند و یا گویم که اویلادار هستند. مثلا یک خانومی
20-25 ساله از در می‌دراید میز میگویم. میز فلان نامش را اگر دونیم یا اون خودش معرفی کند که من فلان است، نام من فلان است، میگویم که میز مراجعه میکنیم. به خاطری که ما اون رو نمیدونیم که یا شوهر دارد یا که به شوهر است. اگر دانیم که شوهر ندارد پس میس مراجعه میکنیم. میس در اینجا میس. اگر دانیم که شوهر دارد میسیز مراجعه میکنیم. اما نمیدونیم که شوهر دارد یا ندارد پس میز مراجعه میکنیم. میز. اما سن و سالش اگر از 30 35 40 مثلا شکلش یک نموده باشد که انیق شوهردار است پس در این حالت میسیز مراجعه میکنیم. میسیز. اما دختری 20 25 ما نمیدونیم شوهر دارد ندارد، در این صورت میز مراجعه میکنیم. و کلمه میستر MR قطعی نوشته می شود. میستر گارسیا یعنی single or married males برای جنسی مردانه خو زندار باشد خو بیزن، یعنی خو آیله دار باشد خو مجرد استفاده می شود. خب think of 3 people فکر کن درباره سه شخص، سه کس. در اینجا people سه مردم ترجمه کرده نمیشه، وقتی یعنی در ترجمه اونقدر خوب نمی آید. یعنی think of 3 people فکر کن درباره سه مردم، سه شخص ترجمه شد، درباره سه نفر. write their titles and last names. بنویس عنوانهای اونها رو و نسبهای اونها رو. یعنی نام هست و نسب هست. در اینجا یک تا نوشته از خودش، یعنی میس ما گفتیم که دخترهای به شوهر رو میگن میس لی. خب در اینجا مثلا میستر مثلا یک نام میگیم میستر رستم، میستر فلان، یا میسز منیجا، میسز فاطمه و مثل اینها. این بود معلومات درباره لقب هایی که پیش از نام استفاده می شود. در اینجا با طریق جدول آورده ایم. یعنی سینگل گفته به شوهر یا به زن رو میگویند. پس برای میلز گفته مردانه، فیمیلز گفته زنانه، یعنی جنسی مردانه و جنسی زنانه. برای جنسی مردانه به زن میستر استفاده می شود. برای جنسی زنانه به شوهر پس میس استفاده می شود. میس. برای جنسی مردانه، خب دیگر مردانه را ذکر نکنیم، وقتی در هر سه حالت یک خیل می آید، خواه زندار خواه به زن. برای جنسی زنانه شوهردار میسیز. اما برای دختری که نمیدونیم شوهر دارد یا که ندارد، در این حالت میز استفاده می شود. میز. خب در درس گذشته درباره possessive pronouns گرفته گذاشتیم. ما گفتیم که در کتاب فقط 4 تاش را آورده است، یعنی my, your, his, her آورده است. خب در اینجا خب یکیش رفته است. در اینجا غیر از it باقی مونده‌اش را آوردیم. I, you, we, he, she, they اینها هستند جانشین‌های شخصی، جانشین‌های اساسی، یعنی pronouns. اینها را pronouns میگن. اما my, your, our, his, her, their اینها را possessive pronouns میگن. possessive pronouns یعنی مثل my یعنی my name نام من، your یعنی your father پدر تو، our school یعنی مکتب ما، his teacher یعنی برای مردانه معلمی وای یعنی آموزگاری وای، her pencil یعنی برای زن قلمی وای، their house یعنی خانه وای ها، their از آن وای ها یعنی their house خانه وای ها. خب
машқи ҳафтум дар бораи saying hello. Saying hello яъне saying гуфтан, баён кардан, hello салом, дуруд. Listen and practice. Hi Matthew, how are you? Салом Matthew, чӣ хел шумо? Great. How about you Lisa? How about you Lisa? Lisa. خب great гуфта азим, бузург, аммо дар забони тоҷикӣ яъне бузург дар ҷавоб бузург истифода намекунем, яъне аҷоибот мегӯем, яъне хела хуб. How about you, ту чӣ ҳол дорӣ, ё дар бора ё ту чӣ хел Лиса, яъне ту чӣ хели Лиса, яъне номи духтар. дар ин дигар ҷавобаш омодагӣ нест. гуфтугӯи бахши дуюм мегӯяд Good morning Mr. Garcia, how are you? Субҳ бахайр ҷаноби Гарсия ё оқои Гарсия, чӣ хел шумо? I'm just fine, ман комилан хубам, яъне ман хубам. Just гуфта комилан. I'm just fine, ман комилан хубам. Alex, номаш Alex будааст. Thank you, ташаккур. خب گفتگوی بخش سیوم Good afternoon Brad, روز بخیر Brad, how are you? چه خیل شما؟ Not bad thanks, با که ندارد یا بد نیست. بد نیستم. در زبان ترکی بد نیستم استفاده می شود. بد نیستم. تشکر. How are you? تو چه خیل؟ دیگر جوابش در اینجا نیست. How are you یعنی تو چه خیل؟ I'm good یعنی من خوبم. Good evening Mrs. Morgan. Mrs. گفتیم زنی شوهردار. پس در اینجا میدونند که سین و سالش کمی بالا است، یعنی انیق شوهر داره. میگوید شما بخیر خانم مورگان. در جواب میگوید که Hello Miss Chen. Miss Chen, how are you? و در اینجا معلوم است که دختر جوان است، اما نمیدونند که شوهر دارد یا ندارد. در این صورت میز مراجعت کرد. Miss Chen, how are you یعنی چه خیل تو چه خود داری؟ I'm okay thank you من خوبم تشکر. خب قسم B از مشقی هفت class activity. Go around the class یعنی با صنف روید. class activity فعالیت صنفی. Go around the class با صنف روید. Greet your classmates formally یعنی درود گوید یا سلام علیک کنید با همصنفانتون formally رسمی، به طریق رسمی. به طریق رسمی معنیش چیست؟ معنیش در بین قوس آمده است که with titles یعنی با لقب ها، یعنی با لقب ها با عنوان ها مراجعت کنید، مثل اینکه میستر، میسیز، میس. and informally و غیر رسمی. informally گفته غیر رسمی. without titles یعنی غیر رسمی چی رو در نظر دارد؟ without titles. without بدونی می شود، بدونی titles عنوان ها، لقب ها، یعنی به آوردن لقب ها. یک بار میگوید با طریق رسمی یعنی با آوردن لقب ها مراجعت کنید، سلام علیک کنید، و بار دوم به آوردن لقب ها مراجعت کنید، سلام علیک کنید. این بود از صفحه 4 و از درس 4 از کتابی اینترچنج. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.